تو هم هر وقت میخوای کیک درست کنی یا میسوزه یا پفش کم میشه یا نمیشه اون چیزی که میخوای. پس امروز با من همراه باش، چون امروز بهترین رسیپی کیک خونگی رو براتون آوردم. برای شروع ما نیاز داریم به 1 پیمانه شکر، 1 پیمانه آرد، 1 قاشق غذاخوری سرخالی بیکینگ پودر، وانیل 1/2 قاشق چایخوری، شیر نصف لیوان، روغن نصف لیوان، تخم مرغ 3 عدد. بریم تو کارش. برای شروع تخم مرغ رو توی ظرف میشکنیم که البته ظرفمون نباید کوتاه باشه و پلاستیکی هم نباشه، یا استیل باشه یا شیشه‌ای. بهش شکر اضافه میکنیم و وانیل. بعد یه خورده با چنگالی همزن هم میزنیم که شکر این ور اون ور نپاشه و بعد با دور تند همزن هم میزنیم تا به غلظت کافی برسه، همونطور که توی تصویر میبینید. حالا به مواد تخم مرغیمون شیر و روغن اضافه میکنیم و با دور